هستی، نه که شروع نمی‌کنی نه که ول نمی‌کنی هستی. من نگران یک سری همین چیزا هستم که گفتم. پسر رفته توی دهاتشون روی الاغ نشسته، از خودش عکس گرفته، سلفی، عکس برده گذاشته تو اینستاگرامش، زیرش نوشته اون بالای منم. بسیار باشم. خلاصه انشالله که روزه هاتون قبول. دیدی تو بحث ماه رمضان هم بسیار متفاوت هستیم. 2 ماه به ماه رمضان که شده به هم میرسن میگن 2 ماه دیگه ماه رمضان میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنه؟ بعد ماه رمضان شروع میشه، 8 روز اولش میگذره، هنوز 8 روزش رفته. بعد میشه 26م، میگه این 3 روز هم تموم نمیشه. ماه رمضان کلا تموم میشه، میگه حیف شد، چه ماه با برکتی بود، واقعا قدرش شد. یکی از رفقا میگفت 8 ماه تموم توی لاین من با یه دختر چت میکردم، بعد از 8 ماه برام یه کامنت فرستان که عزیزم تو رو خدا منو ببخشید، دروغ کوچولو من بهت گفتم تو این مدت. گفتم عزیزم قربونت برم، همینقدر که خودت صادق بودی و بهم گفتی میبخشم، فقط بگو دروغت چی بود. بعد میگفت نوشت که من دختر نیستم پسرم، 47 سالم، از روستاهای قزوین. چه گلای سر این رفته من برام